قراره که یه سفر چند روزه داشته باشیم به کیش زیبا. ما از اونجایی که با اتوبوس رفتیم اسکله چارک و از چارک با اتوبوس دریایی خودمون رو رسوندیم به منطقه زیبای کیش. این هم هتل زیبا، اون هتل شباویز، هتل سه ستاره ویلایی که کلی سویتای جذاب 4 5 نفره داره و میتونید ازش استفاده کنید. بعدش رفتیم سمت ساحل نارگیلا، یکی از ساحل‌های خیلی خفن و خشک که شما میتونید از تلکابینش استفاده کنید و تا اسکله برید. این هم درخت آرزو امونه. بچه‌ها شبا رفتن لب ساحل و کلی خوش میگذروندن. اینجا برنامه شبانه اونه که جون شرکت میکردیم، جایش تک که شما عزیزان خالی. یه سری از دوستان رفتن پارک دلفینا و دلفینا رو از نزدیک دیدن. شما حتی میتونید ماشین و موتور اونجا رنت کنید که کلی تو شب بهتون خوش میگذره. یکی از پاساژیر خفن منطقه میکاماله که بهتون پیشنهاد میکنم حتما برید از نزدیک ببینید. اگه خریدم نمیکنید برید از نزدیک ببینید، چون یه مرکز خیلی خفنیه و حتی بازی‌ها و سرگرمی‌های خیلی کار درستی داره. البته یه خورده نرخش زیاده. اینا مرکز بازیاییه که شما میتونید از نزدیک برید هم تجربهش بکنید هم ببینیدش. و مهمتر از همه اینا کافه سایدینیه که پایینشه و کلی خوراکی خوشمزه داره که اونم رنج قیمتش نسبتاً بالاه. از اونجایی که رو تور ما یه گشت جزیره‌ای بود، رفتیم منطقه عربا رو از نزدیک دیدیم. بعدش هم رفتیم کشتی یونانی. بهتون پیشنهاد میکنم کشتی یونانی رو دم غروب برید ببینید. و کشتی تفریحی که از همه مهمتره و میتونه شما بیاید اونجا کلی خوش بگذرونید و خودتون رو تخلیه کنید، چون قطعا بهتون خوش میگذره. اگر دوست دارید این سفر 5 روزه رو با اتوبوس با ما تجربه کنید، قراره که ما 25 آذر بازم این سفر رو بریم و به شما هم پیشنهاد میکنم که همراه ما تو این سفر باشید.